سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام خواهران عزیز، تمام بینندگانی که امروزه سوال و جواب را انتظار بودید، اینک مثل هر وقته انشاءالله به قدر توان در پاسخ سوال های شما هستیم و می توانید سوال های خود را در چت یوتیوب نویسید و چون همیشگی سوال هایی که تماما معنا ندارن یا گفتیم از لحاظ اخلاقی در بین جمع جواب دادنش دور از آداب است، به آن سوال ها جواب گفته نمی شود و یا اینکه بعضی سوال هایی که خیلی گفتیم به منطق است یا معنا ندارد به آنها هم جواب گفته نمی شود. اما در عموم سوال هایی که در زندگی برایتان مهم است و این چنین سوال های دیگری که پیشتر پرسیدید و جواب نگرفتید انشاءالله در پاسخ هستیم با توفیق پروردگار یگانه. سوال یکم، معلمه جان می گفتید که اگر ایپاتیک داشته باشی و آن را محکم نکرده یکی از دنیا درگذری، جواب میگویی برای آن ماندگی پول بانک، یعنی مثل قرضدار میشوی؟ و میگن التماس جواب رو انتظارم. پیش از همه درباره ایپاتیک خواهران عزیز برادرانی که بنده رو میبینید و میشنوید، درباره ایپاتیک گفته بودیم که یک زمانی داریم که هر یک چیز رو با یک نامی دیگرگونی میخوان و ما حلال کنن، یعنی زیاد چیزهای حرام رو، مثلا زینایی که در اسلام حرام است میگن یک عشق عاشقی هست، یا مثلا با پرسنت خانه خریدن حرام است میگن نامش ایپاتیک است، با پرسنت ماشینگیری حرام است میگن نامش کردیت است. ایپاتیک هم یکی از نمودهای ربا هست، یکی از نمودهای پرسنت هست که پروردگار میگوید فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. اگر بس نکردید ربا گرفتن و ربا دادن را، شما به جنگ الله و پیامبر برخیزید که البته مغلوب میشوید. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. الله تمامی برکت ربا رو نابود میکند. خانه‌ای که با ایپاتیک گرفته شده است برکت ندارد. خانه‌ای که با ایپاتیک گرفته شده است هرگز صاحبش آرامش ندارد. قرض است، باز قرضی که نگاه کنید همین قدر خوشرو نشان دادگی هستند و من خودم امین هستم آنهایی که ایپاتیک رو اختراع کرده هستند خودشون هرگز با ایپاتیک خانه نمیگیرند. شما رو 30 سال دستتون رو گویا میبندند که هر ماه به ما پول میدهی، اگر ندادی پرسنت میبندد و انسان دیگر خواب و خوردن و زندگیش رو فراموش میکند. آنهایی که با کردیت و با ایپاتیک مشغول هستند میبینید که همیشه سرشون درگیر است برای اینکه دیر کردن و پرسنت میبندد و البته انسان وقتی از دنیا رفت او همچون رباخور میمیرد. قرضدار یک طرف استاد، همچون ربا دهنده، رباخور و ربا دهنده را پیامبر برابر لعنت کرده هستند. در اسلام کسی که پرسنت میدهد و کسی که پرسنت میگیرد هر دو یک از گناهش. البته این انسان، یعنی خیلی خواهر و برادرانی که خیلی آسان است با ایپاتیک خانه میگیریم میگویند باید خیلی احتیاط شوید که شما در گناه کبیره آمیخته هستید. باز هم وقتی میمیرید یکی به 30 سال عمر یگان توی ما در گارانتی یا زمانه نیست، میبینید که چگونه شما در این حالت گناهکار میمیرید و آن خانه هم هیچ برکت ندارد. و سوال دیگر، معلمه جان من رمضان گذشته رو خورده بودم از سببی که حامله دار بودم و سلامتی هم خوب نبود و حاضر باشد شکر الله خوب شدم، آیا این روزه خوردگی من بخشیده می شود؟ البته که شما قضایتان را می گیرید در وقت حیض و نفاس هر نمازی که نمی خوانید آن را قضاگی ندارد، یعنی در وقت حیض و نفاس نمازهایی که نخواندید قضاگی ندارد. حدیث حضرت عایشه است در صحیح بخاری. اما روزه ها قضا میماند، حتما باید آن روزه ها رو بگیرید. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر میگوید الله. اگر شما بیمار بودید یا مسافر بودید و روزه نگرفتید، دیگر روز وقتی که برایتان شرایط فراهم شد روزه بگیرید، برایتان فرض است که آن روزه ها رو بگیرید. اپا جان من حجاب از یک خیشم میخرم، با در بالایش پول مونده میفروشم، اما به کلینتا میگویم من در بالایش پول نمیمونم. اگر گویم دوستانم نمیخرند. عجیب است، دوستانتون باید شما به دوستانتون خالص خدمت باشید، یعنی بالای کالا یا حجاب ها هیچ پول نمونید و فروشید، شما در این وقت چی فایده میکنید؟ یعنی خالص خدمت میخوان دوستانتون. اولش این است که دروغ گفتن در تجارت جایز نیست. دویمش این است که شما مسئولیت ندارد که بگویید بالایش پول نمیمونم. این تجارت از همه میدوند که در تجارت شما پول میمونید.
پول موندن و نموندن شما با دوستان رابطه ندارد. یعنی قوی انسان باید باشد. من پیشتر هم گفته بودم که یکی از سبب‌های زیاد دروغ گپ زدن علل خصوص زن‌ها ترسانچکی است. می‌ترسیم که کارمون پیش نمی‌رود، می‌ترسیم که با ما قهر می‌شوند، گپ‌های دروغ می‌زنیم، نه در نزد پروردگار قدرمون هست و دروغمون هم آشکار می‌شود. البته گناهکار هستید و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در تجارت وقتی راست گفتید و بیان کردید اگر کالا عیب داشته باشد پروردگار برکت می‌دهد. علل خصوص اگر قسمی دروغ گفتید و عیب‌های کالا را پنهان دادید برکت از بین می‌رود. برای همین دروغ نگویید و شما مسئول هم نیستید که به کسی بگویید که چقدر پول میمونم پول نمیمونم. بگویید این تجارت است و به من، یعنی من در نزد یگان کسی مسئولیتی گفتن ندارم، چند میمونم چیکار میکنم کار خودم است. یعنی تاجر یکم باید این گونه خشیم باشد چون که پیشروی کرده نمیتواند. سوال دیگر، در بین زن و شوهر کمی نفهمی می شود و شوهر می گوید تو را سر دهم می شود راضی هستی، ولی زن هیچ چیز نمیگوید. آیا طلاق می شود؟ البته طلاق نمی شود. یعنی بعضی خواهر و برادران خیلی به همین مسئله طلاق چسبیدند و یک کم وسواسی هم هستند. یعنی یک چیز رو میگویند و بعد طلاق شد گفته میگردند. مادامی که طلاقت را دادم نگفت، جوابت را دادم نگفت، یعنی جوابت را دهم گفت و زنک ده گفت و باز دادم، این گپ ها نشد، یکان خیلی طلاق نیست، زندگیتان را دوام دهید. سوال دیگر، اپا جان سلام، حق خشتومن‌ها در بالای کلین کمتر میگفتید. خشتومن مادر شوهرت هست. خشتومن مادر شوهرت است و شوهر اگر رضاگی مادر را به دست نآورد دنیای آخرتش آباد نمی شود و عروس هم طوری کند که مادر را از پسر جدا نکند. آره، من پیشتر هم گفته بودم بعضی انسان ها هستند که هرگز از شما راضی نیستند، از فرزند خود هیچ راضی نیستند، از عروس کجا رسد راضی شوند، اما به خاطر الله و اینکه او صله رحم فرزند من است، یعنی مادر بزرگی فرزندان من است، مادر شوهر من است، با آنها مناسبت خوب داشته باشید تا که آینده شما هم مناسبت خوب بینید. اما از لحاظ خدمت به خاطر الله خدمت کنید، به خاطر الله خدمت کنید که به بیگانه و به نزدیک به کسی به خاطر الله خدمت کردید شما اجر و ثواب میگیرید. اما این معنای آن را ندارد که کاری که نمیتوانید هم شما مجبور هستید انجام بدهید یا اینکه به گفته خودمان خدمتگار و خادمی باشید که حتی به سلامتیتون ضرر کند یا به نمازتون رسیدگی نکنید. اپا جان در ما مولچه چشمی گفتگی چیز هست؟ میگویند که در دست بکنی چشم نمی رسد. آیا این درست است؟ شرک است. پیامبر صلی الله علیه و سلم تمام یعنی تمامی تومورهایی که در داخلش آیت قرآن کریم نیست و این چنین رشته های بسته شدگی اینها رو همش رو از شرک گفتگی هستند. اگر 100% این مولچه یا گفته مهرچه ما رو از چشم نگاه می‌دارد گفته شرک اکبر است، نه الله نگاه می‌دارد و این سبب گفته شرک اصغر است. در مسند امام احمد بود خطا نکنم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در دست مرد رشته رو میبینن رسمانی رو، وقتی میپرسن چرا رسمان بستی او میگوید این برای ترس است. پیامبر میگن آن رو بگیر، این ترس رو زیاد میکند، این ترس رو کم نمیکند، اگر همین گونه بمیری تو در شرک میمیری. برای همین این چیز گناه کبیره است و جایز نیست عموما تومور آویزان کردن، اگر خیلی گفتم با آیت قرآن کریم باشد که بعضی علما اجازه میدن، اما مولچه و رشته ها و بعضی چیزهای دیگری که به قرآن و به دعاها رابطه ندارند و مردم گمان میکنند که بلاگردان است یا چشمگردان است. اما برای چشم نرسیدن در ما چقدر راههای شرعی هست. مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن آیت الکرسی را صبح خوانید، شبش خوانید، قلعه به شما هیچ چیز ضرر نمیکند. پگاهی روزی بگاهی روزی بسم الله الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم گوید و شما هیچ ضرر نمیکند، نه چشم و نه حسد نه حتی بلاهای دنیوی. برای چی اینها رو مونده میرویم از پای یک پلاستیک و از پای یک رسمان و چیز دیگر. سوال دیگر، مردی که زن دوم میگیرد اما تنها با تلفن احوال پرسی میکند یعنی عدل نمیکند. زن دوم با عدل نمی کند زن دوم را، این در اسلام روا است؟ در اسلام این روا نیست، اما زن اگر راضی باشد جایز است. یعنی بعضی خواهرها هستند که میگویند به من کافی است که تو شوهر من باشی تا که مردم مرا دیگر به شوهر نگویند یا کسی به من با چشم بد نگاه نکند، فقط همین را میخوام که من در نام تو استم بس. بعضی خواهرها به این چیز راضی هستند، اگر همین گونه دخترک راضی باشد و بگوید شرط نیست من فقط میخوام
در همچون نامک شوهر من باشی و به این اویله زن البته راضی باشند، خود زن راضی باشد و همه دانند که اینها زن و شوهر هستند. اگرچه رابطه های زن و شوهری نباشد هم مادامی که زن 100% راضی است گناهکار نمی شود. و در ما قصه سوده بنتی زمعه هست، همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم، که میگویم پیامبر الله مرا طلاق ندهید، کافی است که من از جمله امهات المؤمنین باشم و شرط نیست به من مثل دیگر زنهایتان شب را تقسیم کنید که پیامبر این طور میکنن. یعنی زنک به این چیز راضی باشد جایز، اما راضی نباشد مرد به این کارش گناهکار می شود و زن هم باید حق خود را طلب کند. من هر بگاه در نزد شوهرم آرایش می کنم. با آن آرایش آیا می توانم نماز خفتن خوانم؟ از جمله لب سرخ کنک دعا کنید که با تقوا شوم. تا جایی که من خبر دارم بعضی کسمتکه های هستند که در داخلشان سپیرت است یا یگان چیزی نجاست دیگر است، ژلاتین است، چیزی دیگر حرام نباشد هم خیلی شبهه هست. برای همین بشوید، بهترینش بشوید و از شک و شبهه ها دور شوید. سوال دیگر: شوهرم رو بسیار مردی با ایمان میپنداشتم. 6 سال شد که زندگی میکنیم. من همین سال 3 مرتبه از ماشینش سیگار یافتم. 2 مرتبه قایل نشد. بعد گفت مجبور شدم. یک مدت دلم از او خنک شد. چگونه باید مناسبت کرد؟ اولا هر یک انسان گناه میکند. بعضی گناه های پنهانی دارند، بعضی گناه های آشکار دارند. مادامی که شوهرتان پنهان این کار را میکند از الله انشاءالله میترسد. به فکر من با جنگ و جنجال نمی شود. همراهش درست صحبت کنید. به وسوسه شیطان گرفتار شده است، ناامید نشود و باز هم پرتوید. چقدر کسای زیادی هستند که از سیگار دست کشیده توانستند، از عرق دست کشیده توانستند. شوهر شما هم انشاءالله مادامی که اهل نماز است این کار را کرده می تواند. در حق دخترم دعا کنید تا خداوند برایش فرزندانی صحت و سالم عطا کند. با احترام یک مادر، پروردگاری منان و کریم که خزائنش و قدرتش انتها ندارد برای تمام خواهران و برادران بی فرزند فرزندی نصیب کند که قره اعیان آنها باشد. سوال دیگر: اگر سوره الانشقاق را 100 بار برای حفظ کردن خوانید چند بار سجده تلاوت میکنید؟ در یک جا خوانید یک بار، یعنی در یک جای نشستتان اگر 100 بار خوانید این مسئله اتفاقی است، فقط یک بار سجده تلاوت میکنید کافی است. بسیار میخواستم درباره کورمار کمتر معلومات میدادید. بسیاری ها میگویند که به بیماری گونگون شفا است. میگویند این حقیقت دارد؟ من درباره یگان چیز نمیدونم که آیا تو چه اندازه به کدام بیماری شفا است، اما میدونیم که در شریعت مار از خبایث است، از چیزهای خوردنش حرام است و در وقتی فقط ضرورت که درد تو درمانش فقط همین است، این را نخوری میمیری. همچون اضطرار خیلی که فمن یضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه، میگوید الله در وقتی ضرورت حرام کرده را خورید گناهکار نمیشوید، این وقت جایز است. اما آیا در حقیقت به همین بعضی دردها شفا است؟ در این باره من که متخصص طب نیستم دربارهش چیزی گفته نمیتوانم. من از شوهرم جدا شدم، نمیدونم چگونه این روزها را پشت سر کنم. حالت روحیم بسیار بد است، برایم مصلحت دید. پیش از همه خواهر عزیز، حالت شما طبیعی است. هر کسی که زندگی حتی یک روزش ویران می شود او چند وقت به خود نمی آید. نمیدونم در کجا خوانده بودم که میگویند انسان‌هایی که مدت زیاد با شوهر خود زندگی کردن بعضی زنها تا 8 سال درد آن را میکشند، تا 8 سال پیش نظرشون زندگیشون میآید. امری عادی است، ولی خود را یعنی با همین گویا که دنیا اتون تمام شد و همه چیز را از دست داده نگیرید برای آینده. یعنی زیادی ها هستن که به خاطر گذشته تلخ آینده را از دست میدهند. برای آینده نقشه خوبی کشید، ببینید که از کجا شروع کرده میتوانید. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، شاید چیزی رو بد دیدیم و در آن به ما خیلی خوبی هست. شاید بعد از این طلاق زندگی بهتر برایتون نصیب می شود که هرگز نباید ناامید شد. معلمه جان، مادر من از شوی اولش 2 فرزند دارد. من با پدرم کلان شدم از 1 سالگی. پدرم 2 فرزند شد از ما این درم. آیا پسر مادرم با من محرم شده می تواند مادامی که مادرتان یک است؟ آره، یعنی هر کسی که از جهت مادری به شما یک است، یعنی پدرتان دیگر باشد مادرتان یک است، یا پدرتان یک است و مادرتان دیگر است، اینها محرم 100% شما می شوند.
اخوة من الام اخوة من الاب میگوییم ما در میراث هم اومدگی است. فرزندان یعنی خواهر و برادران مادری که پدر دیگر است و خواهر و برادران پدری که مادر دیگر است. البته که اینها همه محرم شما هستند و شما با آنها 100% میتوانید همچون محرم خودتان که هستند تنها بمانید، همراه سفر کنید، همراه صحبت کنید، به حجاب در نزدشان باشید. سوال دیگر، من به شما سوالی دارم. من شوهرم رو در حالت مستی و سیگار میبینم، غضبناک شده به او ساز گپ نمیزنم. آیا گناهکار میشوم؟ گناهکار نمیشوید. اولا آدمی که مست هست او نمیفهمد شما چی میگویید، در مستی او چی میگویید نمیفهمد. بعدا به آدمی مست غضب کردن شما چی فایده دارد؟ آخر که عقلش الان رفتگی هست، شما غضب میکنید و نمیکنید، به اون چی فایده میرساند؟ با آدم مست برابر شدن مثل با دیوانه برابر شدن است. احمقی است که با روی یک آدم مست داد و فغان کنید و او یگان چیز فهماندنی شوید و این مست است، عقلش پوشیده است و چیزی نمیفهمد. برای همین خودتان را بیهوده با او آواره نکنید یا بیهوده عصبی نکنید. در وقت هوشیاریش چیزی میخواهید به او بگویید. اما سیگار همه میدانیم که انسانی سیگارکش عقلش در جایش هست، با او میتوانید صحبت کنید، اما با او سخت و غضب کتی گپ زدن آیا او رو تغییر میدهد؟ این است نگاه کنید، نه همیشه غضب راهی حل است. بعضا است که غضب تو فقط خودت را نابود میکند. در این وقت ببینید که شاید راهی دیگری هست برای اصلاح شدنش، یا اینکه کلا بعضا حتی ترک کردن او است که او انسان اصلاح نشدنی است. سلام علیکم. در وقت حیض بودن دندانت را پلمبه کنی آیا تگ دندانت به طهارت میماند؟ همسایه‌مان میگوید که برای دندان پلمبه کردن طهارت کرده روی که تگ دندان به طهارت نمیماند. پیش از همه همسایه‌تان درباره این تا چه اندازه معلومات دارد. مصیبت ما این است که با ما فرق نمیکند این انسان خواندگی است خواندگی نیست، از کجا میگوید. یک کس یک چیز را درباره دین گفت قبول میکنیم. یک کس درباره بیماری گپ زد، بعضیا میگن خود طبیب نیستی در این باره گپ نزن. درباره دید همسایه می خیش همسایه می کی نباشد گپ زد قبول میکنیم. اولا کسی که درباره دین گپ میزند حتما باید او صاحب علم باشد، برای اینکه فتوا بدون علم در شریعت انسان را به گمراهی میبرد. ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام. الله میگوید از پیش خود دروغ و بر دروغ به علم هر چیز رو نگویید این حلال است این حرام است گویان. بعدا شستن دندان در طهارت و در غسل، شستن دهان در غسل فرض است در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، در طهارت سنت است و ان شاء الله یک دندان خواه نخواه با آبی دهان هم تر می شود و یکی به طهارت رفتید به اذن الله یگان ضرر نمی کند. اما اگر گفتید که نه من شک دارم پس طهارت کرده روید، پس طهارت کرده روید، مسئله یعنی کلا شک ها می رود. سلام علیکم معلمه جان، آیا کارتینکه هایی که رسم کتاب قرآن کریم را دارند در خانه مانیم جایز است؟ میگویند شرک است. نمیدونم کی گفته است که شرک است. شما برای زیباکی میمونید در خانه کارتینکه های چیزهای جاندار را ماندن حرام است. فرشته داخل نمی شود، پیامبر خودشان هم داخل شدگی نیستند وقتی در خانه پرده صورتدار را میبینند. اما کتاب قرآن باشد بو که ندارد، فقط بعضا مثلا کهنه می شود به کجا پرتوی میگیم زیر پا می شود، برای همین بهترش نگذاریم. اما این هرگز شرک نیست. شرک همین چیز به من فایده میدهد، همین کارتینکه سبب برکت خانه من می شود، همین کارتینکه بلا رو میبرد، گفتید انا این شرک می شود. اما برای زیباگی ماندید بو که ندارد انشاءالله. سوال دیگر، زنی که شوهر نکرده سال خورده شد و بیمار است، تأمینش به عهده کی است موافق شریعت؟ به خویش و تبارش است، برادرش، خواهرش، جیانهایش، به خویش و تبارش. و اعبدوا الله ولا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و بذی القربى میگوید بعد از پدر و مادر خویش و تبار میستد. خواهرت برادرت وقتی محتاج است برای تو فرض است که به او کمک کنی، برای تو فرض است، چه زیادی نیست، فرض است که به او کمک کنی. سوال دیگر، من به پدرم نه آنقدر مهر دارم، وقتی زنگ میزند بعضی وقتها زنگش رو نمیبردارم، بعضی وقتها میبردارم. آیا در این حالت به من گناه نوشته می شود؟ البته 100% گناهگار است. پدر و مادر را زنگش را نبرداشتن گناه است، برای آنکه ندای یعنی پدر و مادر را اطاعت کردن بعد از اطاعت پروردگار یگانه میستد. هر کسی که تلفن پدر و مادر را نمیبردارد با آنها صحبت کردن نمیخواهد او گناهکار است. و آیا همین چیز را از فرزند خود میخواهید؟
آیا میخواهید آینده من مادرم را دوست نمیدارم گفته فرزندتون به زنگ شما جواب ندهد؟ سوال دیگر: پدر من طول 19 سال بینام و نشان بود. 2 سال است که با مادرم در علاقه است. نکاح آنها در بین 19 سال بریده می شود. مادامی که مادرتان به قاضی شکایت نکرد و طلاقنامه‌اش را نگرفت، اگر 100 سال پدرتان گم شود هم طلاق بریده نمی شود. طلاق زمانی بریده می شود که سال زیاد شوهر گم شد و زن به قاضی شکایت کرد و طلاقش را قاضی از نام شوهر داد که دیگر قاضی گفت آن انسان یا مرده است یا که دیگر حکم تو طلاق است، از پی زندگیت شو و امید او نشو. مادامی که مادرتان به کسی شکایت کردگی نیست و انتظار است و صبر کرد، نکاح آنها هرگز بریده نیست ان شاء الله. پدرم با زنی او زندگی میکند و آن زن پدرم یک دختر دارد. دخترش مسلمانی را قبول کرده است اما زن پدرم نه. در این حالت زندگی آنها درست است یا نه؟ مرد مسلمان با زن پاکدامن یهودی و نصرانی ازدواج کردنش جایز است. در آیت در سوره مائده است الله میگوید والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، برای شما زنهای پاکدامن اهل کتاب حلال هستند. مادامی که نصرانی پایبند دینش هست با او زندگی کردن جایز برای مرد مسلمان، اگرچه بعضی علما حتی عمر ابن خطاب این را اجازه نداده بودند که گفته بودند زنهای مسلمان مانده میرود، زنهای مسلمان را گذاشته آنها را به زنی نگیرید. ولی او اگر پاکدامن باشد با او زندگی کردن ممکن است، پاکدامن نباشد ممکن نیست. ولی یک چیز دیگر هست: آیا همین روزهای مسیحی امروزه به بیبلی خودشان نگاه میکنن؟ اگر از طریقه بیبلی خودشان زندگی کنن میبینید که آنها چقدر مثلا لباسشان تغییر مییابد، بعضی خوردنشان تغییر مییابد، نماز و روزهشان میشود. اینها از مسیحیت فقط به فکرم عرق خوری رو میدونن، دیگر یکان چیزی دیگر رو نمیدونن. برای همین یک مرد با ناموس مسلمان تا چه اندازه طبیعتش و او اجازه میدهد که با یک زنی سرلوچ زندگی کند، با یک زنی که گوشت خوک میخورد یا که عرق می نوشد، این مسئله خیلی جدی است. یعنی تا چه اندازه میتواند یک مرد مسلمان نمازخوان با زنی زندگی کند که زنش اوریان به کوچه براید یا زنش به من حلال است گفته در خانه آمده گوشت خوک خورد؟ اما گفتیم که نه، این کارها رو نمی کند، پس ان شاء الله این زن مسلمان شدنی است که ثواب اسلامش به مردی که او رو گرفت و به اسلام دعوت کرد میرسد. ذکر کردن با تسبیح شرک بوده است. با دست کردن در کار میگویند همین طور با تسبیح شرک گفته که یگان کس گفته که نیست، این گپ دروغ است. ذکر با تسبیح شرک است گفته یگان انسان گفتگی نیست. همین تسبیح برکت دارد، همین ملچه ها برکت دارد، این گپ ها به شرک اصغر می شود. اما به تسبیح رو با ببخشید ذکر رو با تسبیح گفتی مشرک میشوین یا یگان کس گفتگی نیست. فقط در مو حدیث در ابو داود است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ای زنها با دست ها زیاد با انگشت ها تسبیح گویید سبحان الله الحمدلله الله اکبر. این انگشت ها روز قیامت شهادت میدهند، برای همین با انگشت گفتید بهتر است. اما شمارش رو فراموش نکنم گفته با تسبیح گفتید ان شاء الله گناهکار نمیشوید. جویریه بنت حارث همسری پیامبر صلی الله علیه و سلم با سنگچه ها تسبیح میگفتن، پیامبر من نکردن، فقط گفتن از این بهترش است از اینکه شماره رو گم نکنم. گفته با سنگچه ها عذاب نکشی، سبحان الله و بحمده عدد خلقی و رضا نفسی، این دعا را بخوان. پیش از همخوابگی کردن یگان دعایی هست، دعایی که از پیامبر آمدگی است: اللهم جنبنا الشیطان، اللهم جنب الشیطان و جنبنا الشیطان ما رزقتنا. همین دعا آمدگی است: پروردگار از ما شیطان را دور کن و از آن چیزی که از فرزندی که به ما نصیب میکنی شیطان را دور کن. اگر از معیار زیاد ویدیلینی ببخشید که خواهرها مسئله ویدیلینی هیچ تمام نشد می آمده باشد، بعد طهارت کردن در وقت نماز بیاید نماز را ترک کرده طهارت نباید کرد؟ نه. چقدر خون ریزد هم مثلا ویدیلینی یک طرف استاد، چقدر از انسان خون ریزد هم یعنی استحاضه باشد به او نگاه نمی کند و در وقت نماز میخواند. در مو حدیث حضرت عایشه است که میگن بعضی همسران پیامبر زیر پایشان تست میموندن، یعنی یک نمود ظرف کلان میموندن که به مسجد خود نرسد، اینقدر زیاد خون اما نماز را میخواندن. شما نمازتون رو کاملا میخوانید، فقط به نماز دیگر از نفس طهارت میکنید.
مرده که عرق می نوشد، نماز 5 وقته نمی خواند، بعضن وقت نماز جمعه می رود، مواظب کند با گفت تن بسم الله الله اکبر خوردنش حلال است، یعنی خوردن همان گوشت. آدمی که عرق را حلال می داند او مسلمان نیست. کسی که عرق را حلال گفته می خورد و مسلمان نیست، اما کسی که حرام می گوید و می خورد او غرق گناهی کبیر است. تارک نماز هم در نزد جمهور علما بجز بعضی از علما در مذهب احمد ابن حنبل مسلمان است و غرق گناه کبیر است، یعنی تمام علما تارک نماز را کافر نمیگویند. تمام علما این را نمیگویند، بعضی علما از این میگویند. و اما در این حالت نخورید. من نمیگم که او کافر است، من میگم چون در این مسئله تمام علما اتفاق هستند که کسی که نماز نمیخواند او غرق گناه کبیر است. فقط بعضی علما هستند، ببخشید جمهور علما کافر نمیگویند، بعضی علما کافر میگویند. و انسان فاسق است. کسی که عرق خور است انسان فاسق است و شاید او در وقت مالکشیش هم عرق نوشیده مال کشد. بسم الله گفتن و نگفتن یک آدم عرق خور رابطه ندارد که شما چی میدونید و چه خیلی حیوان کش. برای همین تقوا کنید و نخورید. مادامی که قصاب را میدونید که انسان فاسق است گوشتش را نخورید. بعضی پیش از نماز 2 رکعت حق طهارت خواندن از یاد میبراید. آیا میشود بعد نماز خوان حق طهارت خواندن نماز مستحب است؟ خواندید ثواب میگیرید، نخواندید گناهکار نمیشوید. برای همین نخواندن گفته بعد از فرض خواندن شرط نیست برای شما، چون که این نماز قضاگیر ندارد. بسیارتری وقت تلفن در دستمان هست، طهارت نداریم، یا که در وقت تلفن تماشا میکنی در شبکه‌های اجتماعی آیت‌های قرآن میخوانند. در این وقت ما آیت رو گوش کنیم یا نه؟ برای آیت گوش کردن طهارت حتمی نیست. یعنی این گونه دین سختگیر نیست که هر یک کسی که آیت گوش میکند یا تماشا میکند باید طهارت داشته باشد. حدیث در صحیح بخاری است، پیامبر از خوابشان میخیزند و آیت‌های سوره آل عمران را میخوانند. این فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار گفته، در حالی که طهارت نداشتن. قپیدن به دست به طهارت قرآن را ممکن نیست، اما از دهان از حفظ خواندن و از تلفن خواندن و گوش کردن یگان باکی ندارد. یعنی تا این اندازه دین شدید نیست که شما دیگر برای گوش کردن هم باید طهارت داشته باشید. وقتی که دست به دعا میبرداریم و برویمان دستمان را در آخر میمالیم، همین درست برای مالیدن یگان باکی ندارد انشاءالله. بعضی علما این را مستحب میگویند. از چه چیز؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا خوانده به بدن خود میمالیدند، صف کرده، یا دعا خوانده به چشم حضرت علی مالیدگی هستند. دعا گفته به الله دعا میکنیم و بروی میمالیم، این را بعضی علما مستحب میگویند انشاءالله. یعنی این رو گرفته هم شرک و بدعت گفته نمی شود. هر چیز را یک باره گرفته، چون که بعضی علما این را مستحب میگویند. همین زادروز کودک را قید کردن جایز است. درباره زادروز گفته بودیم که زادروز قید کردن از مسلمان ها نیست. مسلمان ها زادروز قید نکرده بودن، نمیکنن، هم کاری مسیحی ها هست. هر روز برای کودکتان خرسندی کنید. هر ماه برای کودکتان با خش و تبارتان خوراک خورید که صدقه شود از نام کودک مثلا. اما مخصوص زادروز در ما مسلمان ها نیست. آیا زنی شوهردار زکاتش را خودش باید دهد و یا اینکه شوهرش باید؟ اگر پول زن باشد با اون شوهرش چه رابطه دارد؟ سبحان الله. در ما الله میگوید ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا. چیزی که به زنت دادی حلال نیست که از او بگیری. یعنی پولی به زنت داده رو تو به اجازتش برای گرفتن حق نداره، میگوید به مردها. برای شما حلال نیست که پولی که خودتون به دستتون به زنتون دادید کشیده از او بگیرید، حتی بعد از طلاق. مادامی که از پول شخصی خودتون زکات میبرید به این یگان کس رابطه ندارد. شما عبادتتون رو کرده ایستادید که به صدقه دادن از پول شخصی خودتون، زکات دادن از پول شخصی خودتون، به پدر و مادر یاردم کردن شوهر، به این از روی اسلام یگان خیلی رابطه ندارد. در ما حدیث صحیح هست، حضرت عایشه به اجازه پیامبر با یک پول کلان بریره رو آزاد میکنند، کنیزک رو آزاد میکنند و بعدا پیامبر خبردار میشوند. در ما حدیث صحیح هست، حضرت میمونه همسر پیامبر صلی الله علیه و سلم به اجازه پیامبر غلامشان را آزاد میکنند که در اون وقت میدونید یعنی یک غلام از همه چیز انسان است دیگر قیمت بها بود. سوال دیگر، در وقت تولد بعضی‌ها میگویند سوره کوویرت خوانید تولد کردن آسان می شود. آیا همین گپ صحیح است؟ آیا یگان سوره یا یگان دعای آسان کننده تولد هست؟ درباره تولد در ما
آثار از عبدالله ابن عباس است که لا اله الا الله العلی الکبیر بود. همین دعا رو من هم از یاد نیستم. کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا الا عشیة او ضحاها. اون آیت رو هم، یعنی چند سه چهار آیت رو دو سه دعا و دو سه آیت رو یکجا کرده میخواندند و به آب صوف کرده به زنهای حامله میدادند. یعنی همین گونه آثار از حضرت عبدالله ابن عباس صحابی جلیل رضی الله عنهما آمدگی هست، از پیامبر نبود. یعنی دعایی که به آب صوف کرده به زنی حامله دار میدادن، یا اینکه بعد همین عیناً همین آثار رو نمیدونم در مسند امام احمد هم شاید آورده باشن، اما دعا کاملا امروز در یاد من نیست، ولی من در تلگرام به فکرم به خواهرها روان کرده بودم و اینجا یک بار گفتنی هستم که عزیزان در ما کانال راه نور در تلگرام هست. در آنجا تمامی درس‌های تفسیر و درس‌های عقیده و درس‌های با کودکان روزهای یکشنبه درس‌هایی که می‌گذاریم از سیره پیامبر با آنجا گذاشته می‌شود. می‌توانید از آن هم استفاده کنید ان شاء الله. سوال دیگر: در قشلاق یک موی سفید گوسپند و هم خوک داشته است. گوسپندش بعد از تولد میمیرد و انسان چیکار کردن را ندانسته برای برچه شیر خوک میدهد. برچه شیر خوک خورده کلانک میشود تا علف خور شدنش. اکنون سوال میدهد که همین گوسفند شیر خوک خورده حلال است یا حرام؟ درباره این بعضی علمای مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه میگن این به جلاله مانندی دارد. در ما حدیث صحیح هست پیامبر نهی کردن از خوردن گوشت حیوانی که نجاست میخورد، از خوردن گوشتش و از خوردن شیرش و حتی به آن سوار شدن. یعنی هر حیوانی که نجاست میخورد، بعضی مرغ ها مثلا فقط نجاست خودشون میخورند، بعضا مثلا بز و گاو هم همین گونه بیمار میشود و فقط نجاست خودش میخورد. پیامبر گوشت او رو خوردن نهی کردگی هستند، شیرش رو هم. بعضی علما میگویند پس هر حیوانی که خوراک حرام میخورد، یعنی گفتیم مثلا شیر خوک میخورد، وی هم مثل جلاله از حرام از خوردنش ممکن نیست. انا بعضی علمای دیگر هستند که میگویند وی شیر رو بعد از حیوان خوردنش در بدنش تماما استحاله میشود، یعنی حل شده میرود، نه بوی شیر خوک میکند وی گوسفند، نه در وی گوشتش اگون چیز میماند، وی نابود شده میرود بکنید. اما تقوا کنید و نخورید بهتر است، چون که به جلاله علمای علل خصوص مذهب احناف این را مانند میکند. السلام علیکم استاذه، جنازه بی‌میت رو خواندن ممکن است؟ مثال در مسجد ما برای شهیدان غزه نماز جنازه خواندن. ما جنازه غایب داریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای نجاشی قوموا و صلوا لاخیکم گفته نماز غایب خوانده بودن. برای نجاشی نماز غایب خوانده بودن، اما در نزد اکثریت علما اگر به اون نماز خوانده نشود، چون که نجاشی در سرزمین مرده بود که برایش نماز جنازه نبود، اما برای شهدای غزه خوانده شده باشد هم، اگر چنده که شهید برای شهید شرط نیست مثلا کفن کردن و دیگر شستن، اما نماز هم در آنجا به فکرم خواندن انشاءالله بوکه ندارد، اما به میت هم نماز غایب خوانده می شود. زنی که از زنا فرزند تولد کند و فرزندش را قاری قرآن کند و توبه کرده باشد الله می بخشد. پیش از همه هر کودکی که از زنا به دنیا آمد و هیچ گناه ندارد. ولا تزر وازرة وزر اخرى. هیچ کس برای گناه دیگر کس جوابگو نیست. کودک هیچ عیب ندارد اگر او از زنا تولد شود. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از زنا کودک تولد شده بود. هرگز در یادمان نیست که اون کودک رو کسی با نامش ولد زنا گفته باشد. این بدبختی باز هم زیادی در کشورهای از دین دور دیده می شود که به کودک میگویند ولد زنا، در حالی که چه عیب دارد؟ کودک هیچ عیب ندارد. او حافظ قرآن شد نشد، وای کودک به گناه پدر و مادرش یگان خیل شریک نیست. کودک پاک و معصوم به دنیا آمده است. پدر و مادر به خاطر گناه پدر و مادر او جوابگو نیست، اما مادر توبه کند، صدقاً توبه کند، الله بخشنده مهربان است. ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اگر توبه کردید شرک رو هم حتی پروردگار میبخشد. و جز بعضی گناه هایی که حق آدمیزاد در آنجا هست، مال کسی رو گرفتید، کسی رو تهمت کردید، کسی رو غیبت کردید، در اینجا حق انسان که هم هست، از او هم باید بخشش پرسید یا در حق او خیری کنید که او از شما راضی شود.
салому алайкум устозаҷон. Агар аз дигар давлат ба пеши падару модар равем, гул хариму ба модарамон барем, гуноҳ аст? Чунки бисёриҳо мегӯянд, ки гулхарӣ убол аст. Гулхарӣ гуноҳ нест, аммо ба кофирон агар монанд кардед, масалан, ҳамчун мантиқӣ, масалан, баъзе модарҳое ҳастанд, ки аз гул ин қадар хурсанд намешаванд, аз ягон чизи дигар ба пули он харид хурсанд мешаванд. Пеш аз ҳама модаратон агар гулро дӯст дорад, ба ӯ гул харед, аммо гулҳое, ки масалан баъзан раҳматон меояд, харида даста карда медиҳанд, баъд аз 2 рӯз палмуч мешавад, дигар пажмурда мешаваду мепартоед. Комилан пажмурда мешавад. Барои ҳамин дар баъзе кишварҳо гули қайчи карданеву бо сатилчааш мехаранд, бо гулдонаш мехаранд, ки вай дар хок асту ҳамеша дар хона мемонад. Аввалан модар чиро дӯст дорад, онро хареду ман иншоалло ба гулу райҳону ин чизҳо кандану доданаш гунаҳкор намешавед. Аммо баъзеҳо ҳастанд, ки махсус барои худнамоӣ инро мекунанд. модарашон аслан ба гул ҳавас надорад, вай чизи дигар мехоҳад, махсус барои худнамоӣ кардану алахусус ба Инстаграм мондану ба Фейсбук мондан ҳамин корҳоро мекунанд. Дар ин ҷо риё ҳасту, яъне хеле хиҷолатовар аст. Ҳатто ҳадияи модаратро ҳам махсус барои риё агар хариву дигар чанд акс гирифта ба ҳама ҷо эълон кунӣ, ки бубинед ман ба модар гул харидам, ё баъзеҳо ман бародам гул бурдам. саволи дигар, ман зан ҳастам, 5 вақт намоз мехонам, аммо бо сабаби разрив аз пеш боди бисёр меояд ва ягон хел таҳоратро намешиканад. Ин масъала иншоалло иттифоқӣ аст. 1 сол шуд оила дорам, то ҳол намедонам ин савол ҷавоб намедиҳам. Чӣ хеле гуфтам ба саволҳое, ки дар байни ҷамъ ҷавоб доданаш умуман пардаи ҳаёро мешиканад, ман ҷавоб намедиҳам. салому алайкум. 1 ҳафта пеш падарам вафот карданд. Чӣ амале ба ҷо орем, ки савобаш ба падарам расад? Инна лиллаҳ ва инна илайҳи роҷиун. парвардигор шуморо ва аҳли байтатонро собир гардонад ва падаратонро ҷояшонро аз ҷаннат гардонад. Амин ё раббул аламин. Баъдан паёмбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯянд, агар хоҳед, ки ба падару модаратон баъд аз маргаш хубӣ кунед, бо хешу табори ӯ ё ба касе, ки падаратон дӯст медошт, пайваст шавед. Барои ҳамин Абдуллоҳ ибни Умар вақте дӯсти Умар ибни Хаттобро дар роҳ мебинанд, ҳатто ҷомаи дар тан доштаашонро, ки хеле гуфтем як чизи муҳим барояшон буд, кашида ба ӯ медиҳанд, кашида ба ӯ мепӯшонанд. Ба як аъробӣ ё гуфтем ба як чӯпони оддӣ, ки ту дӯсти падарам будӣ ва ман шунидам, ки паёмбар гуфтанд, некӣ агар хоҳӣ, ки ба падари мурдаат некӣ кунӣ, ба наздикон ё дӯстдорони ӯ некӣ кун. мехоҳед падаратон хурсанд шаванд, он чизе, ки падаратон, касҳое, ки дӯст медоштанд, ба онҳо некӣ кунед, ба онҳо ҳадия харед. Баъдан ҳар дуое, ки мекунед, алалхусус фарзанд, ҳар дуое, ки мекунед, алал садақа, ҳар садақае, ки мекунед ва дар назди аксарияти аҳли илм ҳар қуръоне, ки мехонед, савобашро бахшед, рафта мерасад иншааллоҳ. як савол доштам, бисёр муҳим аст. Доруе, ки дар таркибаш свинина навиштагӣ бошад, хӯрданаш дуруст аст? Агар зарурат надошта бошед, нахӯред. Яъне свинина ё гӯшти хуку, равғани хук ягона дар як ҳолат аз ҳад заруред, нахӯред мемиред, беморие доред, ки фақат ҳамин дору шифо мешавад ва инро ҳам як табиби мутахассис гуфт, дар ин ҳолат ҷоиз аст. Дар ғайри ин, ба ҷои ин дигар доруҳо ҳам истифода карданаш мумкин бошад, истифода накунед. ҳозир як дақиқа. вақте ки зани ҳевар хубиро намефаҳмад, аз назди хонааш пеш кунад, кӯшиш кунӣ намефаҳмад, оё қаҳри истодан гуноҳ аст? зани ҳевар хоҳаратон нест ё ин ки силаи раҳми шумо нест, ки шумо ҳатман бояд хонааш равед. аммо ӯ агар аҳли намоз аст, инсони фосиқ нест, бо ӯ рафту омад накунед, аммо қаҳрӣ нашавед, чунки қаҳригӣ барои мусалмонҳо аз 3 рӯз зиёд ҳаром аст. яъне дугона нашавед, рафта дар хонаи ӯ нанишинед, аммо дидед салом диҳед ё салом дод, ба саломаш ҷавоб гӯед. яъне бо инсонҳои бад ҳатмӣ нест қаҳрӣ шавем, фақат робитаро дур мекунем, яъне зиёд рафту омад намекунем. як одам қаҳрӣ бошад, яъне хафа бошад, хонааш рафтем салом наметиҳад, бахшиш пурсидем ҷавоб наметиҳад, хонааш рафтан дуруст аст, наравед. ба хонаи ягон кас ла тадхулу буютан ғайра буютикум илла ан тастаънису буд дар сураи Нур, оят аз ёди ман фаромӯш шуд. яъне беиҷоза ба хонаи касе даромадан мумкин нест. як кас ба хонаи шуморо нахоҳад, ба хонаи ӯ рафтан мумкин нест. шумо мехоҳед бо ӯ оштӣ кунед, бо телефон ҳам мешавад.
از طریق یگان کس هدیه فرستادن هم می شود، یگان کس رو میانه رو کردن هم می شود، اما به خانهش که نمیخواهد نباید بروید. حتی تستأنسوا هم و تسلیموا الی اهلها بود، باید به یادم اومد تا اجازت پرسید و سلام دید، یعنی به اجازه در آمدن ممکن نیست. از سبب درد پای بیبی هم با اشاره نماز میخواند، جایز است؟ جایز است انشاءالله، جایز است. حدیث در صحیح بخاری است که کسایی که بیمار هستند، به عمران ابن حسین پیامبر صلی الله علیه و آله میگن نشسته نتوانی، راست ایستاده فقط خوان، راست ایستاده نتوانی نشسته، وگرنه حتی خواب رفته. انشاءالله جایز است. نام من بی‌نظیر است. بعضیا میگویند که بی‌نظیر معنای از نظر رحمتی الله بی‌نصیب را دارد. بعضیا باشد میگویند که بی‌نظیر معنایش به مثل مانند یگانه است. از این نام را ماندنش جایز است. بی‌نظیر یگانه الله است. به هیچ نظیر به مثل مانند یگانه الله است. برای همین نامتان را عوض کنید و برای نام عوض کردن شرط نیست گوسفند کشید یا معرکه کنید، فقط گوید از این به پس مرا با این نام صدا کنید. عبدالله مثلا عبدالرحمن یا زنک باشد، نمیدونم بی‌نظیر زن باشد مرد باشد نامی، اما بی‌نظیر به مثل مانند است که این یگانه صفتی الله است که الله بی‌نظیر است، مثل مانند ندارد، لا مثیل له لا شبیه له. از پیامبر حدیث دیگر، ببخشید سوال دیگر پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر راستا نماز خوانده نمیتوانید نشسته خوانید، اگر نشسته هم نتونستید به پهلو. الله اعلم. آیا این درست است؟ درست است. حدیث در صحیح بخاری است، حدیث عمران ابن حسین. نام من حسنارا، پدر و مادرم میگویند یک ایشان نامم را مانده است. از یک کس فهمیدم معنایش آتش دوزخ میشده است، شما به من میفهموندید. حسنارا آتش دوزخ نیست، نامی تاجیکی است که معنایش به همه از کلمه حسن، حسن آرا شده، همه میدانیم معنایش را. نامی تاجیکی است، به عربی و به آتش دوزخ رابطه ندارد. اپا جان شیرین، ما در غریبی، من فرزندای من در پیش یک معلمه تترکه درس میگیرد. در این طرفای ما نیست یگان استازه تاجیکی، هیچ کب ندارد. استاز به ترکه و تاجیک و ازبک و عرب رابطه ندارد. مادامی که استاز درست درس میدهد، عقیده خوب دارد، خودش پیش از همه در حقیقت به استازی ارزنده هست، صاحب علم است، از او درس بگیرید. کی گفته است که تترکه باشد درس نخوان؟ مهم اینجا علم است، یعنی لایق استازی باشد و شما دانید که در حقیقت خواندگی است که خواندگیش رو میپرسید که در کجا خوانده است. البته میتواند فرزندتان از او درس گیرد، اما نه هیچ خواندگی نیست و خودش نو یادگیر است، در این وقت تلف وقت است. سلام علیکم اپا جان، یک پدر و مادرانی هستند، یک خیل پدر و مادرانی هستند که وقتی که به دختر خواستگار می روند، یعنی پسرشون از زن دیده است و آنها دروغ میگویند به خاندان دختر، بعد توی جنگ و جنجال می شود. آیا همین کارشان درست است؟ خیانت است، خیانت است، دروغ است، ممکن نیست. پسری ازدواج کرده جدا شده رو تماما ازدواج نکرد گفتن اینا مثل دختره که شوهر کرده جدا شد این تماما شوهر نکرد گفتن است. عموما ممکن است این خیانت است، دروغ است، این گونه نباید فریب داد. علل خصوص بعضی مردهایی هستند که بعد از ازدواج کردن باز هم زن یکم خود را زیادتر دوست می‌دارند و به زن دوم هرگز مهر نمی‌بندند. این بیچاره خبر هم ندارد که او زن یکم داشت. این کار خیانت است و درست نیست. من 6 تا نماز خوانده ایستادم، از سببی که افتیدم در زمین راست قد شده نمیتوانم. در بارو جواب دادم به همین سوال که بیمارها میتوانند. من به ولی نکاح کردم، درست نبودنش را نفهمیدم. به شوهرم گفتم اما جنجال را برداشت. حالا 2 فرزند دارم، 6 سال شد زندگیمون را یک مصلحت میداده. 6 سال باشد 2 فرزند داشته باشه، من چی مصلحت داده میتوانم؟ در این وقت من چی گفته میتوانم؟ مادامی که شما الکی 2 تا فرزند دارید، به ولیتون اکنون گوید و نگوید و راضی میشود. سوال اپا کراسوفکا پوشیدن زن در اسلام جایز است؟ کراسوفکا که برای خودنمایی و به گفته خودمون کتگی نباشه جایز است. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، میگوید الله طرز به زمین پایهای خود را زنها نزنند که زیب و زینت‌های پنهانی آنها آشکار شود، مثل اینکه عرب‌ها به پایهای خود هم زنجیر طلا و بعضی از مجوهرات میکردن و سخت پای خود را به زمین میزدن که تا شقر شقر کند و مردم آن زیب و زینت پایهایشان را فهمند. بعضی پای افضل هست که مخصوص زن اگر پوشید راه رویش دیگر می شود، اعضای بدنش دیگر خل می شود. انا این ممکن نیست، اما کراسوفکه های عادی راه رویش هم قلعه هست یا گفتیم
نرم است و هم زیب و زینت نباشد و زنها برای خودنمایی و انا ببینین من کراسوفکا پوشیدم نباشد انشالله جایز است که حاضر دیگر کمپرها هم در اکثریت دولت‌های مسلمان کراسوفکا میپوشند که پوشیدنش هم سبک است و پای رو هم گرم میکند و راه رفتنش هم قلایتر یا بهتر است. سلام اپا جان، درباره تمام موی بدن زن میگفتید تراشیدن چیدن همش هم درست است به جز قاشها دیگر به همه چیز تازه کردن درست است این زیب و زینت زن است اما به نزد کسی رفتن عورت رو کشودن جایز نیست برای آنکه کشودن عورت گناه کبیره است فقط در وقت تولد و در وقت ضرورت جایز است. از من شوهرم دائم بیهوده خفه می‌شود، حتی با کودکانم سلام نمی‌کند، یک ماه قهر می‌کند. آیا همین درست است؟ مرد نمازخوان است. خاراکترش همین خیلی ارکه است شاید. در این وقت گپ نزند، گپ نزنید شما. درست نیست این کارش، اما این گونه خاراکتر داشته است، دیگر چیکار کرده می‌توانید؟ باید صبر کنید با همین گونه‌اش، دیگر رفته رفته شاید سین سالش کلان می‌شود و درست می‌شود. اما این کار درست نیست، به کودک‌ها خیلی تاثیر منفی می‌رساند. پدری که قرچی هست و مثل کودک خاراکتر کودکانه دارد از آن چگونه فرزند بزرگ می شود و همین رو هم دانیم که قهرگی و گپ نزدن یک صفتی بعضا به خاطر تو اصلاح شوی هست اما زیاد باشد الکه این یک صفتی چگویم به حد خانواده رو به یک تاریکی و به یک خنکی کشاندنی هست خانه ای که در اونجا همه قهری هستند از همه زیاد فرزندها عذاب میکشند. السلام علیکم خواهر عزیزم، لباس رو در ماشینکه های جامعشویی میشویم نمازی میشود انشاءالله نمازی میشود اما یک شرط دارد بعضا قی کردگی است به لباس آره یا اینکه مثلا کودک مثلا نجاست کردگی هست پیشاب و نجاستی کلان میدونید که ماشینکه اون رو تازه نمیکند شوید هم تازه نمیکند حتما به دست بشوید و بعض دیگر نجاست های آبی هست که وی آب گردان کردن میگیرد و انشاءالله تازه میشود انشاءالله تازه میشود. درباره فبرلیک گپ زنین التماس من در این باره صحبت کردگی هستم درباره فبرلیک در صحبت من در کانال یوتیوب هست می توانید از آن گوش کنید که من دربارهش این چیز کاملا حرام است گفتگی بودم. من به شما چطور هم صحبت شما میخوام از شما درس گیرم من زن هستم درس های ما در تلگرام هم هست در یوتیوب هم هست و میخواستم همینجا ادمین چت گروهی سوال جوابی تلگرام رو میموندند برای خواهرها خواهر اگر میشنوید آیشه محمدی میتوانید بمانید بعضی خواهرهایی که میخوان درس گیرن میتوانند از طریق چت داخل شوند به سوال و جواب و درس هایی که در تلگرام داریم. سوال دیگر میگویند که در قرآن آمده است که برای مردان صالح زنان صالحه و برای زنان صالح مردان صالح آفریده ایم اما زنانی که نمازخوان و اطاعت کننده و مردان بی نماز نصیبشون میشوند به این چی میگه در قرآن کریم الطیبات للطیبون و الطیبون للطیبات والخابسات للخبیثین والخبیثون للخبیثات آمدگی هست در سوره نور زنهای پاکدامن برای مردهای پاکدامن مردهای برعکس این زنهای بیراه برای مردهای بیراه گفته آفریدیم نه همین گونه آمده است برای گفته این را در تفسیرش آمده است که زنی که پاکدامن است طبیعتی پاک دارد او مرد پاکدامن میخواهد هرگز یک زن مؤمنه با ایمان یک مرد زناگر را قبول ندارد من با او ازدواج میکنم نمیگوید برعکس این هم مرد با عفتی با ایمانش اجازه نمیدهد که با یک زن بیراه ازدواج کند و در این باره حدیث هم هست که وقتی صحابه میگویند اون زن در وقتش بیراه بود با او من ازدواج کنم یا نه پیامبر اجازه نمیدن یعنی دیده و دانسته از روی شریعت با یک مرد بیراه زیناگر ازدواج کردن با یک مرد فاسق یا یک برادر مؤمن با یک زن بیراه ازدواج کردنش درست نیست و عموما طبیعتی انسان ایماندار این چیز را قبول ندارد اما بعد از ازدواج شما نمیدانستید بعد از ازدواج که این گونه بوده است در این حالت شما گناهکار نیستید چون که شما را فریب دادن یا اینکه این انسان در حقیقت انسان خوب بود بعدا شیطان وسوسه‌اش کرد اما معنای آیت این است که اصل و طبیعت
پاکی یک انسان مؤمن یا یک زن مؤمنه یک خبیث زناگر رو قبول ندارد و با او ازدواج میکنم نمیگوید، چون که طبیعت و ایمانش به او اجازه نمیدهد. و این آیت هم بعد از قصه افک آمده است. بعد از آن که حضرت عایشه رضی الله عنها را تهمت میزنند، الله میگوید پیامبر یعنی انسان پاک دامن ترین است، او هرگز اگر همسرش این گونه بود با او ازدواج نمیکرد. سوال دیگر: استاد جان عزیز، شوهر داشته باشی و کارتینکت رو با نامحرمان مثلا یگان پسر روان کنی همچون دادر، یعنی نیتی بد نداشته باشی، درست است؟ نامحرم دادر نمی شود. یگان نامحرم برای شما دادر اکه نمی شود هرگز. برای همین شوهر داشته باشید هم نداشته باشید هم با نامحرم ها کارتینک فرستی نکنید. این اولین قدم ها برای فساد می شود. بعدا فکر کنید که شوهر شما همچون خواهر به یک نامحرم یگان چیز فرستاد چه خیل می شود. اپا جان التماس جواب دهید. یک دوستم در وقت حیض به شوهر همخوابگی کرده است، شوهرش نمیدانسته است، به او نگفته است. آیا این انسان گناهگار است؟ گناهگاری عظیم است. این گناهی کبیره است و باید حد 2.5 گرم طلا اگر به حدیث نگاه کنید، یعنی پول 2.5 گرم طلا رو به یگان کس صدقه کند. ولا تقربوهن حتی یطهرن. و حتی در حدیث هم است که نوعی از زنا هست در وقت حیض همخوابگی کردن. زنی که شوهرش مرد باید باز شوهر کند، اگر نکند گناه است. شوهر کردن و نکردن فرض یا سنت زمانی می شود که مثلا زن اگر شوهر نکند به فتنه گرفتار می شود، به تهمت گرفتار می شود، به نفس خود زوری کرده نمی تواند، در این وقت باید شوهر کند. اما زنهایی هستند که فرزندی زیاد دارند یا میگویند که من دیگر شوهر نمی کنم چون که من خود را میدانم من باید از پای فرزندم شوم یا از پای یگان کسب و علم شوم. در اینجا انسان گناهکار نمی شود. بعضی وقت می شود که تو عموما نباید شوهر کند وقتی میداند که او دیگر از پس شوهر برآمده نمی تواند چون سلامتیش خوب نیست یا فرزندهای دارد که اگر او شوهر کنند این فرزندها دیگر آواره و بیچاره میمانند. سوال دیگر، 1 دقیقه سوال رو من گم کردم چندمش بود. سلام اپا جان، با شوهر شوندم با تلفن صحبت کردن روا است یا نه؟ التماس جواب دید. او شوهر شما نیست، شوهر شونده است، یعنی یک انسان نامحرم است تا زمانی که شما با او ازدواج نکردید. برای همین با او در وقت ضرورت اگر گپ زنید حتما باید در نزدتان محرمتان باشد، برادرتان، پدرتان، دادرتان که به بلاغت رسیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله میگن لا یخلون احدکم بامرأة فان ثالثهما الشیطان. و یگان زن تنها به تنها نمانید، سومین شما شیطان می شود. او محرم شما نیست، او فقط وعده دادید به هم دیگر که ازدواج میکنید، برای همین غیر ضرورت صحبت نکنید و اصلا صورت فرستی و کارتینک فرستی نکنید که بعضی ها هستند که با هم جدا میشوند و دیگر خیلی این مسئله ها به ناموس دخترک ضرر میرساند. استاد جان، قرآن را به تجوید خوانیم گناهگار میشویم؟ قرآن را به تجوید خوانید اگر علل خصوص مخرج حرف رو تلفظتان خطا باشد معنایش دیگر میشود. مثلا دالین رو زالین گفتید تماما معنا دیگر میشود، در جایی که باید امنو گفت امنو گفتید معنا خطا میشود. برای همین تجوید دانستنش حتمی است. من زن دویم هستم، ما خانه نداریم. شوهرم یک بار حج عمره رفتگی است و باز میخواهد حج رود. حج عمره شما چی میگوید؟ اولا حج عمره پول خانه نیست خواهرم. همین رو دانید که با عمره کردن شوهرتان شما خانه خریده نمیتوانید، یعنی یکی شوهرتان عمره نکند شما با اون پول خانه خرید نمیتوانید. دوما پیامبر صلی الله علیه و آله میگن که هر کسی که پای در پای حج عمره میکند او بای میشود، ثروتمند میشود. خوش به حال شوهرتان که عبادت را پیش گرفته است از صاحب خانه شدن. اما یقین دانید که اگر شوهرم عمره رفته ایستاده است ما باید خانه خریم گوید، با اون پول کوچک عمره شما یک خانه 1 میلیون و 2 میلیون خریده نمیتوانید. اگر انسان زنا کند و به زنی خود دروغ گوید طلاق می شود؟ دروغ گفتن و زنا کردن طلاق نمی شود، انشاءالله طلاق نمی شود، اما گناه کبیره است که انسان باید توبه کند وگرنه جزایش در دنیا و آخرت است. زنا از گناهایی هست که جزایش در دنیا هم اگر صاحبش توبه نکند می آید که در این باره حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست، قهرگی با خویش و تبار و این چنین زنا کردن دو گناهی هستند که کننده اش عاجلا در همین دنیا هم جزایش را می بیند.
وقتی که طفل شیرخوار داری شوهر میگوید باز تولد کن، اما زن پنهان از مرد پنهانی تبلیتکا میخورد که حامله نشود. کارش درست نیست. این کارش درست نیست. و شوهرش در این باره صحبت کند، بگوید که من به کودک ضرر دارد، به سلامتیم ضرر دارد، اما پنهانی و بر دروغ این کار را نکند. زن دوم برای اون که شوهرش نگاه و بین کردن نمیتواند، میتواند که طلاق پرسد یا گناهکار میشود. چرا گناهکار میشود؟ نگاه و بین زن به گردن شوهر فرض است، خواه زن یکم باشی، خواه دوم باشی، خواه سیوم باشی، خواه چهارم. شما مردهایی که زن دو سه چهار میگیرید برایتان برابر فرض است که آنها را از جای زیست و از رزق و از یعنی خوردنی و لباس مهیا کنید. همین کار را اگر شوهر نکرد در نزد تمام علما، شوهر وظیفه‌ای که بالش فرض است انجام نتوانست کرده، نتوانسته ایستاده است، زن هم حق دارد که طلب طلاق کند. طلب طلاق کدام وقت ممکن است؟ به خاطر پرابلم های معده یا مشکلی های معده که در همه خانواده ها هست و در خانه شما هست، شما طلاق میپرسید. مثلا شوهرتون یکی قهری شد، شما طلاق میپرسید، در حالی که در همه خانواده قهری شبیه هست. شوهرتون یکی جنگ و جنجال کرد، طلاق میپرسید. یکی کورش برای نگرفت، طلاق میپرسید. در این وقت گناه کبیر است و پیامبرتون میگن بوی جنت رو نمیبیند این گونه زنها. اما به خاطر اون که شما رو به حالتون گذاشته است و این تماما به شما نگاه و بین نمیکند و شما نه زنی یک کس هستید نه نیستید، در این وقت طلاق گرفتن گناهکار نمیشوید. چند بار می شود همین سوال را می دهم، پدراندر به دختر محرم حساب می شود؟ آره، پدراندر به دختر محرم می شود و محرم ابدی هست. الله میگه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، و برای شما محرم هستند دخترانی که دختران زنتان که به تربیه شما هست، یا عموما دختر زنهایی که شما با هر زنی که ازدواج کرده دختری او برای شما محرم است. پدراندر برای شما محرمی دائمی هست. اما بعضی پدراندرهایی هستند که پدراندر هستند یا جوان هستند یا اینقدر اخلاق خوب ندارن، شما میدونید که این انسان انسان خوب نیست، در این وقت بهترش حجاب کنید، برای اون که میدونید که اخلاق خوب ندارد. اما از جهت شریعت پدراندر و پسر شوهر هم برای شما محرم ابدی می شود. در برایش آیت در سوره نساء هست. اپا جان من رو سرچ کسر کردن در روسیه، نارکوز دادن، لیکن وقتی که به هوش آمدم لباس نداشتم. زن من رو اپراسیون کرد لیکن مردها بودن، چیکار کنم؟ این حالت ضرورت است خواهرم. اپراسیون شدن حالت های ضرورت است و در اینجا شما رفته به نزد کسی خودتون را نشان ندادید، شما بیمار بودید و در حالت های ضرورت مرد اگر اپراسیون کرده باشد هم ان شاء الله گناهکار نمیشوید. استاذه جان 5 روز حیض دیده و بعد 1 روز تماما نآمده با شوهر هم خوبه شوی، بعد پگاهی دیگرش باز آمد، گناهکار میشوی مادامی که شما نمیدانستید که هنوز حیض هستید. یعنی شما 100% یقین کردید که پاک هستم، 100% نماز خواندید، اما باز آمد اینجا، گناهکار نیستید چون که شما یقین کرده بودید، نمیدونستید، اما میدونستید، شبهتون بود و باز هم و این راه دادید، در اینجا البته که گناهکار میشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ممکن است که در 1 سالگی کودک عقیقه کنیم و بابای کودک عقیقه کند، بابای مادری. عقیقه در 7 روزگی، 14 روزگی، 21 روزگی سنت است، بهترینش است. اما شرایط نداشتید که در 7 روزگی یا 14 یا 21 کنید، در این وقت تمام عمر کی خواستید میکنید و پدر کودک راضی باشد، البته بابا میتواند. پیامبر صلی الله علیه و سلم برای حسن و حسین عقیقه کرده بودند. سوال دیگر، سلام اپا جان، من شوهر کردم، فریب دادن، زن داشته، پیش 12 سال شد، زندگیم 6 فرزند دارم. زن پیشینش شوهر کرده جدا شده است، شوهرم باز علاقه دارد به او دوستش می‌دارد، چیکار کنم؟ جواب دید. با شوهرتون صحبت کنید در این مسئله. شوهرتون اگر گوید که من با او ازدواج میکنم تو که به زنا دست نمیزنم و به هر دویتون اگر یک خل نگاه کند، به شما ظلم نکند، در این وقت راضی باشید. بعضی زنهایی هستند که میدونن که شوهرشون زن نگیرن، به زنا دست میزنن، باز هم زن نگیر میگویند. در اینجا زن گناهکار میشود، برای اینکه به خاطر شما شوهر شاید به گناه کبیره دست زند. در اینجا مثلا در این باره انشاءالله بعداً با صحبت میکنیم. مصیبت زیادی ما این است که
گمان میکنیم شوهر زن گرفت زندگیمان تمام می شود، اما بعضا زنگیری شوهر سبب می شود که او به زنا دست نزند، خانواده شما به گناه آمیخته نشود، از جهت دیگر برای شما وقت وسیع‌تر شود، از پای خودتان شوید، از پای پیشرویتان شوید، از پای تربیت فرزندتان شوید. دو سوال دیگر جواب میدهم عزیزان، با همین افیر امروز را تمام کنیم. من در بلنیسه هستم، ممکن با رویمال معده گردم، اینجا زنان هستند. اگر در بلنیسه یگان مرد نباشد در بین زنهای مسلمان با رویمال معده گشتن ممکن است، اگر یگان مرد نباشد، برای آن که سطر کردن در نزد محرم ها فرض است. اپا جان مرا شوهرم 2 بار جوابم را داده گشته با هم یک جایه شدیم. از نو دامولا پرسان میگوید طلاق یعنی شریعت ضررش به عائله و فرزند میرسد. آیا حقیقت است طلاق گفتگی فرزند ضرر میبیند؟ دروغ است. طلاق به فرزند هیچ ضرر ندارد. چه خیلی گفتم زنا مثلا به عائله ضرر دارد، اما طلاق ضرر ندارد. الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان میگوید اولاد. تا 2 بار شما حق دارید طلاق دهید و برگردانید در حالتهای ضروری. 3م بار طلاق داده دیگر یکجا شده نمیتوانید. اما 3م بار هم شوهرتون طلاق داده باز زندگی کردید، یعنی شما در این وقت زندگی حرام دارید که به تمام خانواده این چیز ممکن نیست 2 نفر بعد از 3م طلاق هم یک جای زندگی کنند. و آخرین سوال اپا جان در وقت پاسپورت سپاری آد پیچد که پدسی میگیرن مرد روز دستمون رو قپیدن گرفت، آیا گناه هست؟ پاسپورت هم دیگر وقتی ضرورت است عزیزان، وقتی ضرورت است، دیگر یکان علاج نداره. در این وقت گناهگار نمیشوید چون که مجبورتان میکنن. اگر اما تونستید و گفتید نه و من یگان زن لازم است و نمونده بهترین است، اما علاج نداشته باشه دیگر چیکار میکنیم؟ در وقت پاسپورت، در وقت بلنیسه، در وقت برای پاسپورت صورت گرفتن حالتهای ضروری است که از دست ما در این شرایط امروزه دیگر هیچ چیز نمی آید. این بود عزیزان سوال و جواب 1 ساعته ما همراه شما. انشاءالله که امیدوار هستم به سوالهای خود پاسخ گرفتید. خیلی مثل پیشتره و همیشه میگویم هر چیز درست بود از طرف پروردگار و توفیق پروردگار بود، هر چی یک خطا شد و اشتباهی بود از طرف من و از طرف نفس اماره و از طرف شیطان بود. پروردگار یک و یک شما را در پناه خودش نگه بدارد تا افیر دیگر الله نصیب کرده باشد باز به خدمت میرسیم، در خدمت شما هستیم. از پای خودتان و اهل بیتتان باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.